آرمان سلطانی هستم، مدیر تولید شرکت فصل آسایش رابین با برند تجاری سوگیرا کار میکنیم اینجا. ما اینجا را از سال 1396 شروع کردیم، ولی تا همین لحظه که پیش شما هستیم چندین مرحله ما مشکلات گرونی دلار رو داشتیم، مشکل خیلی بزرگ کرونا رو داشتیم که واقعا بازار ما رو خوابوند، ما نتونستیم کار بکنیم. ولی با همین اوصاف ما تماما هیچ وقت کارگاه رو تعطیل نکردیم، با حداقل نیرو کار کردیم. تا یک چند سال اخیر، یکی دو سال، ما یه ذره اوضاعمون بهتر شده، تونستیم خطمون رو افزایش بدیم. تمام نیروهامون رو از بهزیستی، مددجوهای بهزیستی گرفتیم که بتونیم یه کمکی هم به اونا کرده باشیم. محصولاتمون محصولات لوازم و تحریر داریم، گواش داریم که همه استامپ نانو داریم، استامپ معمولی داریم، جوهر تولید میکنیم، جوهرهای استامپمون رو به افغانستان صادر میکنیم، رنگ‌های ساختمانی تولید میکنیم، رنگ نساجی تولید میکنیم. با این اوصاف و همین مشکلاتی که وجود داشت ما تونستیم اینجا رو به این مرحله برسونیم. تا هنوز هم در حال افزایش هستیم. خط تولید آبرنگ رو داریم اضافه میکنیم تو یکی دو ماه اخیر که همین هم باز چندین نفر، 4-5 نفر نیرو نیاز داره اضافه بکنیم که همه اون نیروها رو هم دوباره از مددجوهای بهزیستی ما میگیریم. میتونیم با همین ظرفیت اگر مسئولین کمک بکنن و بتونن به ما وام بدن همین دستگاهمون رو افزایش بدیم و داخل همین سوله با همین ظرفیت میتونیم تا نزدیک 30-40 نفر نیرو اضافه بکنیم که همشون هم میتونیم از مددجوهای بهزیستی بگیریم. کارهای ما کارهای سخت آنچنانی نیست، در حد بسته‌بندی، یعنی هر مددجویی که دستی مشکلات معلولیتی داشته باشه میتونه انجام بده که خودش باعث برکت شده تو کار ما. مشکل اصلی که ما داریم هم مشکل وام و نقدینگی هست که میتونیم مسئولین به ما وام بدن اینجا رو گسترش بدیم. یه مشکل دیگه هم که داریم مشکل زمین هست اینجا که مسئولین مربوطه خیلی با ما همکاری کردن تو بحث بازپرداخت اقساطش. ما هم زمانی که کرونا شروع شد دیگه نتونستیم قسطای زمین رو بدیم که خیلی جریمه خورد، ولی مسئولین استان خیلی با ما کمک کردن. ولی خب باید پولشون رو بدیم که همون هم باز برمیگرده به مشکلات مالی، بتونیم وامی جور کنیم و پول زمین هم بدیم. در کل مشکلات ما مشکل مالی است که بتونیم گسترش بدیم و نیروهای بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم. با توجه به اینکه امسال سال مهار تورم و رشد تولید ما قصد داریم که علاوه بر آبرنگ، خط تولید آبرنگ، خط تولید گواش رو هم افزایش بدیم. الان آبرنگمون آبرنگ 6 رنگ و 12 رنگ هست. میتونیم خط تولید از همین دستگاهی که پشت سر بنده هست 6 تا از این دستگاه رو ما اضافه بکنیم که بتونیم تولیدمون رو افزایش بدیم. رنگ‌های ساختمانیمون رو ما الان تولید داریم، همچنین ظرفیتشون رو افزایش بدیم و بازار فروشمون فعلا ما جوهر به افغانستان صادر میکنیم و برنامه این هم داریم که محصولات لوازم تحریر و گواش و رنگ‌های ساختمانیمون رو به کشور عراق هم بازاریابی داریم انجام میدیم. انشالله تا آخر امسال بتونیم به کشور عراق هم صادرات داشته باشیم.